سلام، خوش اومدید به برمیت. من بردیام. منم امیت. بالاخره بازگشتیم، اونم چجوری؟ با انفجار. میگه که حرف زیادی میزنن و هیچ کس منفجر نمیشه. اومدیم با بازی بیا سعی کن خونساش کنیم. بازی این شکلیه که من الان توی صحنم، بردیا بلد بمب خونسا کنه، من بلد نیستم، من استرس دارم، من یه بمب جلومه. من و بردیا توی کاریم، دارم باهاش صحبت میکنم و ازش میخوام که کمکم کنه که این بمبو خونسا کنیم. ببینیم چند بار میترکم. یه دفترچه قطعا زیاد. یه دفترچه جلوی منه که حمید ازش هیچ دیدی نداره و یک صفحه بمبیه که من حالا واقعا تا این بازی رو ندیدم، یعنی فقط اسمش شنیدم، هیچ ایده‌ای ندارم اونجا چه خبره و هیچ ایده‌ای ندارم که من قراره تو این دفترچه چی بخونم. بازی جالبی میشه. من یکی دو بار بمیرم. اگه میخوایم به من جون اضافه بدین لایک کنید. البته نه، من درسم. خب اصلا چه جوریه؟ من میرم د فرست بوم، بریم بمبو خونسا کنیم. خب چیکار کنم؟ خب من یه بمب جلو میبینم، یه سری سیمه، یه دونه دکمه از روش نوشته ابورت، یه سری هم چکلک. یه بار دیگه بگو. دو تا باتری داده. ببین من یه سری on the subject سیم دارم. بخش سیمو برو نگاه. سیم یه سری سیمه، من الان نمیدونم واقعا. سیما رو اول بیا چیز کن. خب آها خب چند تا سیم میبینی؟ یک دو پنج تا میگه 5 fires. If the last wire is black and the last digit of the series number is odd, cut the fourth wire. میگه که اگر سیمت بعد یه دقیقه گذاشت الان منفجر. ببین اگر آخرین سیمت مشکیه و آخرین عددش عدد فردیه، سیم چهارم رو ببین. مشکی نیست، میگم مشکی نیست. در غیر این صورت if there is exactly one eternity later. هیچی. میگه که در غیر این صورت if there چند تا سیم مشکی میبینی؟ هیچی. سیم دوم ببین. آها ببین الان من یه سری شکلک دارم میبینم، 4 تا شکلک مختلفه. 4 تا شکلک مختلف. خیلی خوب. یکی only one the column below has all fours in the form. Press the four buttons in the order they نمیفهم چی میگه. فقط هر 4 تا سیم توضیح نده. من الان باید بمب جلو بگم. یه دونه ستاره دارم من میبینم. خب ستاره. خب یه سی میبینم که توی یه دایره است. خب یه ایکس میبینم که وسطش پای ایکس هم شکست. خب بعد یه دونه دبلیوی میبینم که خیلی منحنیه. من پیدا کردم، ستون پیدا کردم. یه press the four buttons in order. آها خب اول از همه اون سی به داخله، اون سیه که داخلش یه نقطه است. بعدش دبلیو است، دبلیو پیچی است. بعدش ستاره است. بعدش ایکسه. غلط بود. ستاره غلط بود. ستاره زدم غلط بود. ببین الان دارم میگه از بالا به پایین. سی که توش نقطه است، دبلیو خیلی پیچی، ستاره و ایکس از بالا به پایین. ستاره و ایکس زدم غلط شد. ستاره رو زدم غلط شد. ایکس از ستاره رو زدم. بزن دیگه. الان درست شد. اشتباه زده دیگه. هرچی هست چیکار یه دکمه منو منفجر نکن همین. یه دکمه من یه دکمه میبینم روش نوشته ابورت، زردم هست. زرد. بودو 1 دقیقه و 50 ثانیه. Simon says it on the subject of Simon says نمیدونم باید چیکار کنم الان. و هم استپ یکی. آره اولین بومه، این فرست بومه. اصلا بوم دیگه الان بعدش هم فرست. من همین اول بمیرم من ناراحت میشم. داره چشمک میزنه. هیچ چشمکی اینجا داره. هیچ چشمکی نمیزنه. دکمه زرد روش نوشته ابورت. گفته یکی از دکمه ها چشمک بزنه. ببخشید بمب خرابه. خب الان منفجر میشم. من 12 seconds later. There are more than 2 batteries
the bomb and is relating to the level and press immediately. خب چی؟ If the button is yellow, hold the button and refer to releasing a help button. یکی نگه دار و زرده نگهش دارم خب و ریفر زرد بده شد به کنارش زرد شد الان منفجر میشیم من ول کردم من خونسا من شانسی خونسا کردم شانسی نبود خودش گفته بود نگه دار تا آماده منفجر بشه. یه چی آماده منفجر یادم بشه دیگه من مگه از جونم سیر شدم خونسا کردی؟ خونسا شد 4 ثانیه بیشتر نمونده ببین خونسا کنم خونسا من دارم منفجر میشم تو چی میگی؟ من متفکر اینجا منم هر کسی میتونه بشه تو چی انبار بدیم بریم بمب بعدی بریم شروع کنیم خب بریم برای بمب دوم something old something new قرار با یه چیز جدید مواجه بشیم که ما آماده ایم ما اومدیم خونسا کنیم بعد بلد دارم بلد بشیم ایش حالا ببین در یه ضمن دفتر چیز کورسای بمب شناسی تو خوب گذرونده دیگه ببین خب چت جی پی تی یه سیم دارم بردیا چند تا؟ سیم دارم 5 تا خب سیم اول رو بریم باور کن منفجر میشه خب حل یه دکمه دارم زرد روش نوشته هول آها اینو دیده بودم لیکتر رو مردن تو باتری سی چی آها نه نیده بودم اینجوری من نگاه نکن بگی میشم من الان یه چیز دارم ببینم یه دو زده بنده پایین سارت سب کن درساشو نخونده باور کن این داره کتاب باز حرف میگه که اگر دو عددت press the button in the second position دومین دکمه رو فشار اوکی خب اوکی شد رفت الان یکه خب if the display is 1 press the button labeled 4 اون که 4 باشه میشه رو کلیک کن اینجا استیج های مختلف دارن وارد استیج 3 شون الان چه عددی نشون میده؟ الان دو نشون میده اگر دو نشون میده press the button with the same label you pressed in stage 1 stage 1 ما کدوم دومی رو دوباره کلیک کن دومی از سمت چپ از هر وقتی که رفت غلطه برده ببین رفتیم از وای یه بار دیگه دو نوشته دو میگه که اگر دوه press the button in the second position اوکی دادم دو نوشته دو دوباره if the display is to press the button in the same position as you pressed in stage 1 توی همون دکمه که تو مرحله قبلی زدم درست بعدی سه میگه که اگر سه press the button in the third position سومین موقعیت خب زدم درسته بعدی 4 توی مرحله دوم هر دکمه رو فشار دادی همون فشار دادی دکمه دوم رو فشار چون همونی فشار دادی که مرحله اول فشار بله آهان درسته آخری مرحله آخر برو سه میگه که press the button with the same label you همون دکمه که توی مرحله 4 یعنی مرحله قبلی فشار دادی همون پوزیشنش همون دومی رو زدی same label غلطه خب تو یه بار دیگه یک الان رفتی هوا بار اولم به خاطر همین اشتباه کردم اون الان دارم دوباره میکنم دوباره لیبل نوشته بود نه پوزیشن بعد همونی که اونجا هست بزن برو جلو سوال میپرسه قبل که اون جواب بشی میزنی دکمه رو دیگه تقصیر من که نیست تقصیر تو نیست من فقط منفجر شدم هیچ مشکلی نیست دنیا دور میده خب یه
بمب دارم میبینم، یه دکمه قرمز روش نوشته دتونیت. نسیم میکنن پس یک دکمه قرمز که روش نمیشه دتونیت. خب حالا این جدیده، اینو نهیدیم. یه چیز واسه فریکتن سبز و زرد و قرمز و آب. سایمون سزه؟ سایمون سز چیه؟ نه سبز زرد و قرمز و آب. چشمک زن داره؟ آب داره، قرمزش چشمک میکنه، چشمک زنی نداره، قرمزش هر یکم داره. پس باید سب کنم من 4 تا مرحله باید در خودم بگم. الان گفتی داره قرمز چشمک میزنه؟ آره. میگه که button to press، یک بار زرد رو کلیک بکن، دو بار سبز. غلط. آها if the sales on the قرمز داره چشمک میزنه. ببین یه دونه سری نامبر میبینی؟ آره میبینم. واول چی میشه؟ میگه که اگر سریال نامبر واول داره وار میشه حرف چیز، حرف صدا آی داره؟ آره. خب کدوم داره چشمک میزنه؟ قرمز هم داره چشمک. خب یک بار دیگه، یک بار زرد رو بزن، دو بار سبز. آقا زرد رو زدن منفجر داشتیم. خب سب کن پس من نمیدونم باید چیکار کنم. خب میخوای اون به یک سعی زدن که بوم بلد نیست یک بار قرمز من رو بخاطر بزن، دیگه سعی دو بار زرد. یه بار چیکار کنم؟ یک بار قرمز، دو بار زرد. یه بار قرمز غلط شد. دو تا استرایک خوری، منم منفجر میشم. خب سب کن من یه بار دیگه برگردم من برو. ببین من برات میخونم. میگه که یکی از 4 تا دکمه داره چشمک. باز برای جدول مناسب پایین بعد من الان بوم جلومه گوش داره بده. منفجر وایسا میشه. تو میخوای منو تو با هم کورس بوم شناسی میگذاری. واسه جدول مناسب پایین دکمه ای رو فشار بده، یکی کوره کورسپاندینگ کاله. کورسپاندینگ چی میشه که دقیقا؟ با هممون میبینیم. بگو اونی که بهش دامه 4 ثانیه. ببین سب آرامش بود. فکر کنم به این مرحله دوباره رسیدیم. بدونیم آرامش کدوم آرام؟ من منفجر شده، من چیزی نیست که آروم. اصلا مهم نیست. ببین الان ما چیز داریم، چشمک زدنش پترن خاصی داره. خب اینو الان که منفجر شدم داری میپرسی. بریم برای بمب دوم، برای بار سوم. خب سیم دارم چند تا؟ 6 تا. یالله بعد ما الان که یه مازی هست. بسم الله. خب One eternity later. چیا میبینی؟ چی میبینی؟ تو دیسپلی ببین داری؟ یه صفحه 6x6 میبینم. بالا که یه دونه دیسپلی دو تا باید هست. باشه. ببین چی؟ یه دونه ببین من چیزی که اینجا میبینم یه دونه صفحه گنده است بالا، پایینش 3 تا ردیف دوتایی. 3 تا ردیف دوتایی نیستن. نه؟ ردیفاش عین همن، جدا نشده. 6 تا ردیف. دو تا ستون نیست؟ نه 6 ما تا یه اشتباهی ردیف. هستیم صفحه رو میگردیم. دو دقیقه 30 ثانیه. خب ماز رو برام توصیف کن. ببین روی نقطه ایکسش 1، ایگرگش 2 و ایکسش 3، ایگرگش 5 دایره سبز میشه. یک بار دیگه ایکسش 1، ایگرگش 2. آره و ایگرگش 3، ایگرگش 5 دایره سبز میشه. ایکسش 3 بابا ایکس و ایگرگ رو این شکلی گرفتم، یعنی اوکالوی نمیتونم بهت بزنم یا ایگرگ محور عمودیه، ایکس محور افقیه. خب یک بار بعد دیگه 0 0 هم با یه تخیلی پایین سمت
ببین چپ آروم کردم. آروم آروم یه بار دیگه بگو ایکسش چند؟ ایکسش یک تا 6 ایکسش یک ایگرگ دو. خب از بالا دیگه از بالا سمت چپ بگو. از الان سبز یک از اینا که از پایین سمت چپ از به یک رسیده به پایین و ردیف آخر پایین یکی مونده به پایین از آها لحاظ پایین یا بالایی اولی پیدا کردم پیدا کردم مازتو پیدا کردم خب از اون بعد چیکار کنم مازتو پیدا کردم الان باید چیکار من کیم؟ یکی خب آها، من چرا من یه نقطه سفیدم. چرا سفید تو من یه نقطه سفیدم توی ایکس 5 ایگرگ 3 بعد به کدوم برسونم ایکس 5 ایگرگ 1 منو بعد به اون برسونم. ببین یه دونه چیز باید داشته باشی یه دونه مثلث باید من باید آره مثلث 5 مثلث 5 یکی بدو دارم منفجر میشم. گفتی تو کجایی؟ من 5 3 5 3 خب برو راست راست. آره خب تا ته برو بالا تا ته بالا بدو. یه دونه چپ خب دو تا بیا پایین خب بدو. یه دونه چپ من فکر کردم داری از بالا چپ میدید از پایین چپ گرفته بودی یکم مازو دیر پیدا کردیم ولی داشتی خوب میرم تو چهار نشه برزنش ببین برای بار 4 منفجر شدم. خب سیم دارم 3 تا هم سیم دارم. بله خب خب یه دونه چیز میبینم 4 زده 3 و 4 و 1 و 2 همون پایینش. همونی که تو بوم اول بود آره تو بمب دوم توی بمب دومه که منفجرش کردیم. اینو دیده بودم ولی پیداش نمی‌کنم اصلا بردیا اون نالج خونسا پیدا کردن کردم، بمب پیدا یادش پیدا رفت. کردم. من منفجر شدم اون یادش رفت. عدد چند 4 4 تو چهارمین موقعیت حله 4 دوباره میگه که هم اون موقعیتی که توی استیج اول زدی 4 خب اوکیه. خب 3 موقعیت سوم این سری 4 توی استیج دو موقعیت یکسانی دو سفاره فشار بود فکر کنم چهارم بود آره 4 آره درسته. خب 4 رو زد دوباره 4 توی استیج سه همون عددش هم بود چه میدونم عددش چند بود؟ موقعیت سوم بود عددش یادت نیست خب معلومه موقعیت سوم بوده داره میچرخه عددش ولی عددش یعنی یادت 3 نیست بود فکر کنم. یکی بزن فکر دیگه کنم 3 نه غلط دوباره عدد کنم 1 رو نوشته. یک موقعیت دوم خب موقعیت دومه که الان دارم میزنم عددش 2 تو هم یاد باشه. دو خب 4 نوشته. همون موقعیتی که فشار دادی خب 1 نوشته در جریان باشه. خب الان 2 نوشته. توی استیج یک همون عددی که فشار دادی 2 بود 2 موقعیت 1 رو فشار دادم. موقعیت من 1 نوشته. یک توی استیج یک هر موقعیتی که فشار دادی موقعیت 2 بود آره الان عدد 2 هم خب 4 نوشته. توی توی استیج 3 عددی که فشار دادی چی بود؟ یادم نمیاد فکر میکنم یک بود خارجی یک بود من یادم 1 بود یا 2 بود؟ من فکر کنم بزن بزن من دیگه به خونسای بمب گوش نمیدم به حرف تو گوش دادم منفجر شده دوباره مثل 4 بار قبلی که منفجر شدم.
از مرحله دوم گذشتیم. بریم برای بمب سوم. بمب دوم که 4 بار نه 3 بار ترکیدیم. آره نه 4 بار ترکیدیم. چند 3 بار بار ترکیدیم؟ ترکیدیم بعد تمت 4م تموم کرد. آره 3 بار منفجر شدیم. بمب سوم ان یه بار هم منفجر نمیشه. نکن. خب پشت بمب پشتش به خب 6 تا المنت داره بمب. المنت اول سیم، 2 تا المنت سیم داریم. خب یه سیم 4 تا سیم داره. یه سیم بخش سیمش 4 تا سیم داره. آها 4 تا سیم داره. چند تا سیم قرمز می‌بینی؟ سیم اول بود. خب سیم بعدی 3 تاییه. آخرین سیم رو ببر. حله. اینم خلصه شد. خب 2 تا شکلکی دارم. میرم شکلکی اول اون بالونه رو بزن. خب بعد اون لانداتو بزن. کدوم میگی؟ همون که شبیه یه گریگ برعکس یه خط از بالاش اومده. یه گریگ برعکس که یه خط بالاش اومده نیست. ایکسیه که پاش شکسته. نه یه دونه شکل دیگه گفتی. آها ای گفتی، ببخشید ای گفتی. ای رو بزن. ای رو بزن. بعدش ایکس رو بزن، بعدش سی رو بزن. آها خب این حله. بعدی همون بالونه رو داریم، همون 3 نقطه داره رو داریم. یه علامت سوال برعکس داریم. بله. یه ایه برعکس داریم، بالاش 2 تا نقطه. ایه برعکس رو بزن. خب بالون رو بزن. خب سی برعکس رو بزن. خب آخرش هم که علامت سوال. حله. یه دکمه دارم روش نوشته پرس آبیه. تمام. یه دونه استرایک هم نخوردیم. 1 دقیقه و 25 ثانیه هم اضافه بود. اصلا ایزیه. اصلا دیگه دستمون فقط دومی و 6 بار منفجر شدم. میریم ادامه. همه رو خونسا میکنم. خب من یه بمب میبینم. 4 تا سیمه. سیم اولیه نه 4 تا سیمه نه 2 تا سیمه. 5 تاییه. 2 تا سیم 5 تاییه. یه سیم 5 تاییه. بعدی همین رنگی پنگی هست. سبز، زرد، قرمز، آبی. آها همونی که منفجرمون کردی. اون داره چشمک میزنه. قرمز داره اون سریال نامبرت راول داره. سریال نامبرم بله 2 تا ای داره. خب گفتی چی داره چشمک میزنه؟ یا 2 ثانیه پیش که قرمز. ببین جدول من برات کامل شرح میدم. توی ستون رد فلش زده نو استرایکس بلو، وان استرایک یلو. ما استرایک نداریم. پس آبی. من فکر کردم یعنی باید مثلا یه بار یلو رو شد. بزن آبی. خب آبی اوکی شد. الان قرمز و سبز چشمک خوردن. درست شد تمام شد. خب من الان یه چیزی دارم باراش نوشته دیر. بعد پایینش دان یور شور هولد لایک یور اینا نوشته. 1 دقیقه و 40 ثانیه بدو. 2 تا ستون سه ردیفه میبینی؟ 2 تا ستون سه ردیفه است. آره باراش نوشته دیر. بالاش نوشته دیر. خب دیر. دیر دیر بذار بعد بخونم. read the display and use step 1 to determine. خب دیسپلی چی نوشته؟ یه دونه صفحه بزرگ اون بالا باید باشه. بالا یعنی they are نوشته. آها اینو که گفته بود. خنده ما از گریه غم انگیز. دان غلط شد. وای چرا پیداش نمیکنه؟ یعنی این پیرزن. آخه پیداش کردم. تموم شد. بازی تموم شد. پیدای چیش کردی. تموم شد. منفجر شدم من.
الان احتمالاً گوشی منفجر شده است، ولی خب الان فرض کنیم گوشی زنده است. من الان مردم اینجا، بردیا پیداش کرد. الان بریم بمب چهارم، برداشت دوم. خیلی ردیف یه بود. دکمه آبیه روش نوشته ابورت. خب یه دونه چیز هم روش نوشته رد، پایینش هم 3 تا ردیف 2 ستونی. آها هم قبلی هست. آره روش نوشته رد. دوباره سب کن. ببین فکر کنم 30 ردیفه. رد من 3 ردیف دارم میبینم. نه جدولی که جلو من نیست. رده. آره رد. رد به معنی رنگ قرمز. کسی که ترجمه‌اش کرد. من دارم منفجر میشم ولی یاد گرفتم رد میشه قرمز. ببین ردی من نمیبینم مطمئنی. رده دیسپلیش RED. من RED یه دونه چشم داره توی چشمی نمیبینم. من دارم میبینم یه دونه چشم داره، میشه ستون دوم ردیف دوم. ولی خب نمیدونم با اون چشم باید چیکارش کنم. خود رد رو هم تو جدولم پیدا نمیکنم. بزنم اونی که چشم داره رو کلیک کن ببینیم چی میشه. غلط. یه دونه استرایک خوردیم و رفت دوباره از اول. نوشته یو، ننوشته رد. یو رو پیدا کردم. یو رو جاش رو پیدا کردم ولی سب کن تو این جدولش پیدا کنم. یو و واتو یورو شورو یو. ببین من یو برات میخونم به ترتیب. خب آها نه ببین گوش بده. آها شور. خب آها نکست. خب بزنم اینا رو یعنی؟ آره آها غلط شد که اینجا نوشته. سیز نوشته الان SAYS. آجی دقیقا فهمیدم. یه بار دیگه میشه نوشته SAYS. قیافه منفجر شده ای داری. بله منفجر شد. منفتم شد. آره ببین یو دقیقا نوشته بود. آها شور نکست وات یور این یور با اون یور فرق داره. ببین تو دقیقا توی آها مردی، اصلا ربطی به من نداره. آها نمیدونم به توقع من چی کار کنم اصلا. بعد مثلا ببین من دیگه بهت زنگ نمیزنم بمب بخوام خونسا کنم. زنگ زدم بهش بمب منفجر شده، اصلا ربطی به من نداره بمب منفجر شده. من کلا اینو اشتباه فهمیدم. یکم بهم زمان بده من اصلا این پازل رو بفهمم. میخوای اون باشه بعدن بیایم ازت آزمون بگم. اون دستت باشه کامل بخون راحت کن. سال بعد با هم میایم بمب خونسا کنیم. بمب منفجر شد. ببین میگه که using the label from step 1 push the first button that appears in its. یه هولد دارم قرمزه. شروع کردی؟ آره زب یه هولد داری قرمزه. خب خونسا شد. یه دونه صفحه دارم روش نوشته اوکی. دوباره همونه؟ وای صف. آره 3 دقیقه وقت داریم. 3 دقیقه وقت. برده این واحده اینوشو پاس نکرده. باور کنید اینو پاس نکرده. من اینو منفجر. استوان روش میشه اوکی. اوکی نمیبینم. اوکی 2 حرفی نوشته. اوکی 4 حرفی. اوکی 4 حرفی. من اوکی 2 حرفیش هم پیدا نمیکنم. چرا 4 حرفی؟ خب بس یا بپرسی. One eternity later. من توی ببین 2 تا استپ داره و من استپ 1 رو پیدا نمیکنم. پیداش کردم. خب بالا سمت راست. کدومه؟ یوه. بالا سمت راست یو نوشته.
یو نوشته، یو خالی، درسته؟ آره آره خب آها کلیک کن. آها خب درست شد. خب بعدی وای دوباره الان کلا یه دونه چیز جدید آورد. یو آر نوشته، مخفف یو آر، یور نوشته. یور نوشته مخفف اون. خب ردیف وسط ستون سمت راست. خب ردی نوشته. ردی. خب یس. یه سو بزنم. بله. آها درست شد. یاد گرفتی. آفرین. نوشته هولدان. 30 ثانیه. هولدان. پایین سمت راست. پایین سمت راست نوشته ناتی. خب آه یو اچ آه چی شد؟ خالصش تمام شد؟ آجی متخصص خوبیم. متخصص ترکوندن. ببین تا الان آمار ترکوندن اون از خنثی کردن اون بیشتر بوده. چه شکلی اصلا روت میشه بگه متخصص. ببین از یه جایی باید شروع کرد. و منم چیز تمرینی هم دیگه، جون تمرینی هم. امیدوارم از منفجر شدن من لذت برده باشید. این که خنثی بلد که نبود. نکردی. اگر درست خنثی توضیح که میداد نکرد. من که براش میگفتم. دیدین که هر جاشو داشت درست توضیح میداد به جز این جدول آخرش که اصلا یک چیز وحشتناکیه. حالا نمیتونیم ببینین شما از همیشه همینه، از پشت پرده خبر نداره. اینجا من کار سخت دارم. این 30 ردیف ما همش یه چیز یاد گرفتیم. قرار باشه توی این ویدیو چیزی یاد گرفته باشه اینه که بردیا هیچی بلد نیست از خنثی بود. بردیا بعد دوباره بره اونو پاس کنه. ایشالله تو ویدیوی بعدی نوبت خودت میشه. ببین ایشالله نوبت خودت میشه. میبینی. آره ایده خوبیه. ویدیو بعدی من متخصص میشم، تو برو بمیر. اگه دوست دارین پارت 2 داشته باشه و من به بردیا نشون بدم چه شکلی باید بمب خنثی کرد، لایک کنین، کامنت بذارین، این ویدیو رو دوست داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی این ویدیو رو لایک کنین دیگه. این ویدیو رو دوست دارین یعنی لایک بکنین. این ویدیو رو دوست داشت. میتونین برین ویدیوهای قبلیمون رو ببینید. البته ویدیوهای قبلی واسه 1 سال پیشن. مهم نیست. زنگوله هم یادتون نره. اگه بالاخره ما تصمیم گرفتیم دوباره آپلود کنیم خبر دارید. مخلص همین برمیدزیا. خدا برمیدزیا اسمشون برمیدزیا. برمیدزیان. بدرود. برمیدزیان فامیلیشون هست. اینا فامیلی دارن، قوم نیستن. همه کسایی که یه ویدیو ما رو میبینن یه فامیلی میگیرن. برمیدزیان. میدل نیمه مثلا اصغر برمیدزیان فرهادی. اصغر فرهادی هم نه اینکه ویدیوهای ما رو نگاه میکنه، اصغر برمیدزیان فرهادی. خداحافظ.